مجلس شورای اسلامی تدریس زبان بلوچی را ممنوع اعلام کرد. برخلاف نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی که صراحتاً در اصل 15 میگوید بر اساس این اصل تدریس زبان مادری و ادبیات آن در مدارس کشور آزاد است، اما مجلس شورای اسلامی با 130 رأی مخالف این حق قانونی بلوچ و کرد و ترک و بقیه ملیت‌های غیر فارس را نادیده گرفت. گزارش کمیسیون درباره طرح تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی در مدارس کشور موضوع اصل 15 قانون اساسی به رأی گذاشته شد. لطفاً در رأی‌گیری مشارکت کنید. پایان رأی‌گیری. تصویب نشد. همان قانون اساسی میگه زبان ادبیات دیگر، فرهنگ‌های دیگر هم حق حیات دارن، باید زنده بمانند. میگه اینا باید گفته بشوند. اون وقت ما برای 2 واحد اختیاری احساس می‌کنیم امنیت ملی تکان خورده. خاک بر سر امنیت ملی که با 2 واحد اختیاری تکان میخوره. این چه حرفیه؟ چرا پالس ضعف به دشمن میدید؟ ما باید این زبان‌ها رو حفظ کنیم. فقط هم ترکی نیست، بلوچ فرهنگ داره. خاک بر سر امنیت ملی که با 2 واحد اختیاری تکان میخوره.